از زمان اولین کنسولا تا موقعی که الان تو نسل نهم قرار داریم، کاراکترهای زیادی خلق شدن که تونستن هر مخاطبی عاشق خودشون کنن. اما تعداد کمی از اونا واقعا بی‌نظیرن و تو قلب هر گیمری جا پیدا کردن. تو این ویدیو قراره 3 تا از کاراکترهای محبوب دنیای گیم رو با هم بررسی کنی، سرگذشتشون رو مرور کنی و بفهمیم چرا ما عاشق این کاراکترها هستیم. لازم به ذکر این سلسله ویدیوها دارای 6 قسمت و پارته و اگر دیدید کاراکتر شما تو این ویدیو وجود نداره، قطعا تو قسمت‌های بعدی منتظر شماست. پس با من در ادامه همراه باشید. اما کاراکتر اول کسی نیست جز اتزیو آدیتوره. اون اساسینزی که واقعا به نظر من محبوب ترین اساسینز تاریخه. اولین اساسینزی که 3 تا بازی واسش تولید شده و سرگذشتش رو میتونید تو 3 نسخه اساسینز کرید 2، اساسینز کرید برادرهود و اساسینز کرید ریویلیشن تجربه کنی و سرگذشتش رو از تایمی که یه جوون خامه تا موقعی که به یه مرد میانسال ولی در اوج پختگی میرسه رو تجربه کنی. اتزیو با لهجه ایتالیایی ظاهر خوشتیپی که داره کاری کرد واقعا هیچ گیمری نتونه از این شخصیت بدش بیاد. کارهایی که انجام میده خیلی واقعیه، سرگذشتش خیلی تراژدیکه و اساسیه که میشه با پوست و گوشت و استخون تجربه کرد لحظات دردناکشو و واقعا عاشقش شد. اون پرستیژ باحالی که داره، اون لهجه ایتالیایی شیرینی که موقع صحبت کردنش به کار میبره و حتی تو نسخه دوم یا فکر میکنم برادرهود وقتی فرقه خودش رو جذب میکنه کاری با گیمر میکنه که نشه ازش بدش اومد، بلکه به خاطر اون حتی اساسینز بازی کرد. به شخص تمام نسخه‌های اساسینز رو تجربه کردم ولی هیچ کدوم اون وایبی که اتزیو بهم دادن رو بهم ندادن. خیلی فوق‌العاده بود، تمام مراحلی که انجام میدادیم با این شخصیت به یاد موندنی بود و اتزیو کاری کرد که واقعا عاشق سری اساسینز بشم و تا به امروز هیچ کدوم از اینها این وایبی که اتزیو بهم دادن رو بهم نداده. به گفته خود یوبیسافت و حتی تمام نظرسنجی‌ها که تا به امروز راجع به شخصیت‌های اساسینز تولید شده و به انتشار گذاشته شده، اتزیو محبوب ترین شخصیت اساسینز تا به امروزه و فکرم نمی‌کنم با این روندی که یوبیسافت در پی گرفته دیگه ما مثل همچین شخصیتی رو تو کل سری اساسینز پیدا کنیم. اما کاراکتر دوم یه فرد شوخ طبعه، یه دزد عتیقه، کسی نیست جز نیتن لیری که دوست داشتنی. به شخص موقعی که کنسول پلی‌استیشن 4 رو گرفتم یکی از دلایل خرید این کنسول برای من همین نیتن بود. کاراکتری که از اون تریلرهای اول مشخص بود که قرار خیلی باش ارتباط بگیرم و همینطور هم شد. شوخی‌های خفنی که میکنه، لحظاتی که واقعا به دراماتیک ترین شکل ممکن ما رو میخندونه، از اون کاراکترهایی تبدیل میشه که هیچ وقت نتونستم لحظه‌ای ازش چشم بردارم. نانتی داگ کاراکتری رو خلق کرد به نظر من که بعد از لارا کرافت نشون داد میشه رو دسته یه سری زد. چون من یادم میاد تو سری توم ریدر و بعد از اون محبوبیت باور نکردنی که لارا پیدا کرد، حداقل تو اون ژانر هیچ شرکتی نیاد ریسک کنه و کاراکتری رو خلق کنه که مثلا بخواد با لارا رقابت کنه. اما نیتن نه تنها رقابت کرد، به نظر من الان محبوبیتش خیلی بیشتر از لارا کرافته و خیلی مشتاقانه ما منتظریم که نسخه جدید آنچارتد بیاد و یه بار دیگه نیتن رو ببینیم. سرگذشت نیتن تو 4 سری بازی آنچارتد روایت شد، از رشته کوههای هیمالیا تا جنگل‌های آمازون و حتی صحراهای سوزان عربستان. ما به تجربه‌های باور نکردنی و تراژدیک با نیتن میپردازیم و کارایی رو انجام میده رو با پوست و گوشت و استخون درک میکنیم و یه تجربه فوق‌العاده از یه دزد عتیقه بودن رو به دست میاریم. خود سونی اعلام کرد نانتی داگ با خلق آنچارتد و با خلق شخصیت نیتن بود که تونست یک گام بزرگی تو صنعت ویدیو گیم برداره و انقدر شرکت سونی و شرکت نانتی داگ الان تو حوزه ویدیو گیم بخواد معروف بشه. و اما کاراکتر آخر آرتور مورگان دوست داشتنی. به شخص بعد از تجربه ردد 1 یا همون ردد نخستین و اون رستگاری که جان مورسون طی کرد، هیچ وقت فکر نمی کردم تو نسخه دوم و وقتی که فهمیدم جان قرار نیست نقش اصلی باشه انقدر مجذوب و دیوونه یه کاراکتر دیگه بشم. آرتور واقعا فوق‌العاده است. اصلا تو تعریفش نمیتونم از هیچ نکته ادبی، از لغت مثلا فریخته استفاده کنم. آرتور به معنای واقعی یه کاراکتر کامله. پرستیژ مردونه، دیالوگای خفن و فک برانداز
و همینطور اون ابهتی که تو هر مرحله، تو هر چپتر و تو هر بخش بازی به ما میده، کاری با گیم که حداقل با من، نمیخواستم بگم با گیمر ولی اصلاح میکنم، کاری با من کرد که تا الان مثلشو تو هیچ بازی و تو هیچ عرصه‌ای تو ویدیو گیم ندیدم. آرتور واقعا اون شخصیتی بود که راکستار واقعا مثلشو تا الان نتونسته بود درست کنه. درسته سریای جی تی ای، حتی خود ردد، مکس پین یا حتی خود بولی، راکستار خیلی کاراکتر باحال زیادی مثلا خلق کرده یا مثلا تولید کرده، ولی آرتور مورگان یه لول دیگه ای از شخصیت پردازیه. دیالوگاش، سرگذشتش، تصمیمایی که میگیره و همینطور اون اتفاقاتی که تجربه میکنه جوری روایت میشه که نمیشه عاشق گیم بوده آرتور مورگان رو نشناخت. همین الانش کاری کرده که تو هر بازی خفنی، تو هر بحره‌ای منتشر میشه، همه ناخودآگاه میخوان با ردد آرتور مورگان مقایسهش کنن تا بفهمن واقعا بازی تا الان تولید شده که از 2018 به بعد بخواد رو دست ردد ردمشن 2 بزنه. برای من که عاشق دنیای آر پی جی ام و مثل که الدرینگ رو تجربه کردم، باز نتونستم بازی رو پیدا کنم که حتی در قیاس با ردد ردمشن 2 باشه، نه از لحاظ گیم پلی ها، از لحاظ خلق شخصیت پردازی مثل آرتور مورگان. واقعا میتونم بگم که اگه قرار بود ردد ردمشن 3 تولید بشه و تو اون شاهد حضور آرتور مورگان نباشم، ترجیح میدم هیچ وقت این گیم رو تجربه نکنم. و بچه این هم بود از لیست ستای امروز من و خواستم بهتون بگم که بازم در ادامه صحبتام این سلسله ویدیو داره 6 قسمت و پارته و اگه دیدید کاراکتر شما هنوز تو این ویدیو معرفی نشده، قراره تو ویدیوهای بعدی حتما معرفی بشه. کل سرجم این کاراکترها 18 تاست. من ترجیح دادم هر کاراکتری رو به صورت 3 تا تقسیم بندی کنم تا بتونم یه عمق بیشتری بهش بدم و فقط یه عبور گذرا ازش نکنم. و خوشحال میشم اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و کانال رو دنبال کنید تا منم از انرژی شما یک کوچولو دلگرم بشم و بتونم ویدیوهای با کیفیت بیشتری تولید کنم. لازم به ذکر میدونم تو کل ویدیویی که گرفتم شاید توپقای زیادی زدم، شاید یه جایی از کلمات اشتباهی استفاده کردم، خواستم بابتشون عذرخواهی کنم. ادیت خاصی نمیخوام بزنم رو اون اشتباهاتی که کردم، چون واقعا کانال یه کانال نوپاه و منم با عاشق گیم بودن و عاشق تولید محتوا بودن پا به این عرصه گذاشتم و این حمایت‌های شماست که میتونه به من کمک کنه تا ویدیوهای بعدی ما با کیفیت بیشتری تولید کنم. پس تا یه دیداری دیگر، بدرود.